رفیق یه دقیقه بیا با من همراه شو. میخوام نظرات 6 تا رسانه معتبر غربی که در مورد آقای جلیلی نظر دادن رو برات بازگو کنم. شنیدید دیگه، حاج ابراهیم همت میگفت هر موقع جبهه خودی رو گم کردید ببینید توپخانه دشمن کجا رو هدف گرفته. با من همراه شو. اولیش نیویورک تایمز، جلیلی ضد غرب و تندروترین نامزد. دومی روزنامه و سایت واشنگتن پست، جلیلی یک ضد آمریکایی سرسخت. سومیش گاردین، جلیلی جزو کسانی است که وفاداری خود را به آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده است. چهارمیش گلف نیوز، پرفروش‌ترین روزنامه انگلیسی توی امارات، جلیلی متخصص مونولوگ، جلیلی نماد مقاومت. پنجمیش خبرگزاری رویترز، مذاکره کننده ایرانی جلیلی ایدئولوگ سفت و سخت نزدیک به خامنه‌ای. ششمیش هم روزنامه شرق الاوسطه که جلیلی رو یک تندروی ایرانی معرفی کرده. یه سوال، این همه آدم اومدن برای انتخابات نامزد شدن، اسم این همه آدم سر زبونا افتاده، چرا دشمن توپخانه‌ش رو سمت سعید جلیلی تنظیم کرده؟ یادمون نرفته 1400 این توپخانه سمت آقای رئیسی بود. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، یا علی مدد.